همداران عزیز سلام علیکم. 9 می سال 2025 باشد. قرار داریم در دره قوزغرفی ناحیه ورزوب در بلندی 1400 متر از سطح بحر. تقریبا دره قوزغرف در بینش هستیم. بعد ما بود دوام داریم. دره ما اومدیم پیش چشمه که برادر ما سیاوش حوزک ساخته است و از این حوض با کوبری پلاستیکی هم به باغ گلاسش و هم به خانهشان آب نوشاکی برده است. آب تازه را بینید. این آب زمستان یخ نمیکند؟ نه زمستان ما نه یخ نمیکنه، آفتاب روی ای. زمستان آب یخ نمیکرده است و آب رو ما نوشیدیم. بهترین آب است و مزه ترین. هرچند که آب رنگ و مزه ندارد لیکن بسیار آب شیرین. چشمه های مصفای تاجیکستان عزیز ما، همداران عزیز ما، باید هر یک ما در الهیدگی و در همدستی با یکدیگر ملکمان را آباد کنیم. هر یک قطره آبی که چشمه مصفایی که میبراید از تاجیکستان باید استفاده بریم، باغ‌ها آباد کنیم، درخت‌ها ما را آب کنیم، از درخت‌ها میوه گیریم، میوه را به بازار بریم، بازار تاجیکستان را غنی کنیم، نرخ تاجیکستان را ارزانی کنیم و همه ما تاجیکستانی برکت یابیم. آنها همداران عزیز، من به مانند برادر ما سیاوش محنت کنید. آبها از دور آبها رو گرفته برید، باغ‌ها آباد کنید و برکت یابید. از ما و شما با فرزند و نبیره هامون باید که وطن آباد باقی ماند، وطن آباد مانیم. همداران عزیز، در پناه خدا باشید یا سخن گفتنی باشد نسبت این دیار زیبای ما، این کار سیاوش گپ زنید.